صنعت تاجیک خصوص صنعت شیرینکاری و شیرین گفتاری و بسیار بالیده برداری دل مردم بسیار صنعت یعنی تمام زهر زخمی که آدمیزاد از تمام رطوبه کار میکنه خسته میشود لیکن علاءالدین جان با یک صحنه خوش خودش همه خستگی های انسانی را از خلق های آنها میرود با مردم همیشه شادی و خرسندی و شفا بخشی دوام میکرد. علاءالدین یکی از هنرمندانی بسیار صاحب ذوق استعداد فوق‌العاده عالی داشت. علاءالدین یک جواب یک دسته مکمل هنرمندان رو ایوانس کرده میتوانست. علاءالدین در یک نمایشنامه چند نقش‌ها را بازی میکرد و هر کدام آنها رو با یک نزاکت مخصوص اجرا میکرد. علاءالدین صاحب دلی بسیار بزرگ بود، دلی گشاد، انسان بسیار حلیم و مهربان. ما در همین جشن نوروزی که در پیش ایستاده است و در ناحیه جلال‌الدین بلخی باید بگذرد، جشن جمهوریوی نوروز، ما چند مرتبه به هم ناحیه بلخی و هم به شهر باختر آمده بودیم، با رهبران ولایت سر این موضوع صحبت‌ها داشتیم و هر دفعه علاءالدین ما همراهی میکرد. آخرین بار گفت که در همین برنامه نمایش‌های حجمی بسیار هم چند نامره های حجمی هم یا کمه برآمد نکنم. من گفتم نه، تو برآمد میکنی، تیار شو، یکان سرود حجمی نوروزی تیار کن با همراهی همه هنرمندا یک جای برآمد میکنید و به تو نمیشود این چاره بینی. گفت خیر من میکنم اکا. بعد میبینید من گفتم که تو تیار کن، من حتما میبینم با ویسه وارد میکنیم با برنامه نوروز این سال. متاسفانه اینم که روزش رد شده برادریم و بسیار دریق، بسیار دریق، 100 دریق که هم که جوانی صاحب دل، جوانی بسیار خوش استعداد از بین ما رفت. خدا رحمتش کند، خدا منزل آخرتش را آباد گرداند، جایش را جنت المأوا گرداند.